این روزها که سرمای زمستان آرام آرام جای خود را به بهار، فصل رویش دوباره طبیعت می‌دهد، روس زبانان جشنی برپا می کنند که ماسلنیتسا نام دارد. سنتی دیرپا که هر سال در طول یک هفته منتهی به آغاز فصل بهار برپا می شود. ماسلنیتسا در حقیقت جشن نوروز مردمان اسلاو است و آیین‌های آن به چهارشنبه آخر سال یا چهارشنبه سوری در ایران شباهت‌های بسیاری دارد، هرچند در این جشن از ترقه مواد محترقه و منفجره خطرناک خبری نیست. Идет масленичная неделя, в течение недели все готовят блины. در این جشن سنتی مردم روسیه ودا با زمستان را جشن میگیرند. مترسک ننه سرما را آتش میزنیم و بلینی میخوریم. Масленицу жгут. Это такая кукла. در این جشن همه از رفتن ننه سرما و آمدن فصل بهار و گرما خوشحالند. اسلاو زبانان مترسک چوبی ننه سرما را آتش میزنند تا شر زمستان از سرشان کم شود و با درست کردن نانی گرد شبیه نان لواش که بلینی نام دارد به درگاه خداوند به خاطر نعمتهایش شکرگزاری و برای یکدیگر دعا می کنند. در کنار نان بلینی انواعی از غذاهای کبابی و آش مخصوص خوراکی های مرسوم جشن ماسلنیتسا به شمار می رود. اینجا غذاهای سربستانی از جمله کالباس و همبرگر محلی عرضه می کنیم. این نوعی غذای یونانی است که بادمجان و سیب زمینی با گوشت مرغ و سبزیجات روی آتش کباب میشه. جشن ماسلنیتسا دو رکن اساسی هم دارد: جارو که نماد زدودن برف و سرماست و خورشید که نماد گرما و روشنایی است. این جشن محلی برای نمایش انواعی از هنرهای سنتی و صنایع دستی مردمان روس زبان و فرصتی برای لذت بردن از بازی‌های بومی محلی و مسابقات ورزشی با لباس‌های آیینی است. ماسلنیتسا جشنی آیینی برای مردم روسیه و کشورهای حوزه روس زبانه. جشنی کهن که نسل به نسل به این مردمان رسیده تا نمادی باشه از ودا با زمستان و استقبال از بهار و زایش طبیعت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.